سرخط مهمترین خبرها: گمانبر کشتار در ناحیه رودکی پلها را در داخل لوله پنهان کرده است. شکایت ساکنان اسفر برق را قطع کرده طلب دارند که جوانان را به ارتش فرستیم. و تاجیکستان در حجم 33 میلیون دلار کمک بشردوستانه گرفته است. آنها کجا صرف شدند؟ سلام بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 23 سپتامبر سال 2025 است. رادیوی آزادی به نوار دست یافت که در آن یک از گمانبران اساسی کشتار اعضای یک خانواده در ناحیه رودکی مکان پل دزدیده اش را فاش می‌کند. در این نوار نیم دقیقه‌ای دیده می شود که سیف الله مبلغ ظاهرا از منزل شهلان نظر و دزدیده اش را از داخل یک لوله یا تروبه بیرون می‌آورد. در اطراف گمانبر کارمندان مقامات قدرتی دیده می‌شوند. در ویدیو دیده می‌شود که سیف الله پول‌های زیادی 100 سامانه را از داخل لوله بیرون کرده به زمین می‌پرتاید. به اطلاع دریافتی سیف الله مبلغ دزدیده‌اش را در محله فابریکه ناحیه رودکی پنهان کرده است. مقامات این نوار را هنوز شرح ندادند. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، شب حادثه گمانبران بعد کشتن شهلان نظر و 3 فرزندش از خانه او حدود 23000 سامانه را دزدیدند. این خانواده پول را برای ساختن منزل نو و توی جمع کرده بودند. شب 5 سپتامبر افراد ناشناس به منزل شهلان نظر و ساکن دهه دریاباد ناحیه رودکی درآمده این زن 45 ساله و 2 دختر و یک پسرش را کشتند. مقامات از بازداشت دو گمانبر خبر دادند که یکیشان سیف الله 32 ساله همسایه شهلان نظر و بوده است. گمانبر دوم نابالغ 16 ساله با نام نعمان است که خویشاوند سیف الله است. به اطلاع منابع رادیوی آزادی، 2 فرد دیگر هم با گمان دست داشتند و پنهان کردن این جنایت دستگیر شدند. مقامات این اطلاع را تصدیق یا رد نکردند. کشتار اعضای این خانواده واکنش و نگرانی‌های زیاد را در تاجیکستان به میان آورد و فعلا از سوی دادستانی تحقیق می شود. ساکنان حداقل 3 جماعت در شهر اسفر شکایت دارند که مقامات برق آنها را قطع کرده شرط گذاشتند که اول فرزندانشان را به ارتش فرستند. با گفته ساکنان، بعضی دهه‌های جماعت‌های نیمن، چارکوه و سرخ قریب 1 هفته باز برق ندارند. در نواری که ساکنان به رادیوی آزادی فرستادند دیده می شود که مسجد و کوچه‌ها تاریکند و برق خاموش است. یک ساکن جماعت سرخ گفت مقامات گفتند برق آنها وقت روشن می شود که فرزندانشان را به ارتش فرستند. مقامات این شکایت را رد می‌کنند. نمایندگان اداره تقسیمات برق در شهر اسفر تصدیق کردند که در بعضی محله‌های جماعت سرخ برق را خاموش نمودند، اما با گفته همصحبتان ما قطع برق به تعمیر خط‌های انتقال وابسته است و به سربازگیری هیچ ربطی ندارد. اما مقامات حاضر نیستند این را رسما شرح دهند. دعوت تیرماهی جوانان به ارتش 1 اکتبر آغاز شده تا آخر نوامبر دوام می‌کند. مقامات از حالا جوانان را برای رفتن به ارتش آماده می‌کنند. این بار اول نیست که ساکنان شهر اسفر از قطع برق در موسم دعوت به ارتش شکایت می‌کنند. سال گذشته ساکنان چند محله جماعت وارخ گفته بودند چند روز باز برق نداشتند و مقامات گفتند به شرط مشکل را حل می‌کنند که پسرانشان برای خدمت در ارتش خود را ثبت نام کنند. به غیر از این، ساکنان شهر اسفر در گذشته شکایت کرده بودند که مقامات در این مسجدهایشان را بستند تا پسران خود را از روسیه برگردانده به ارتش بفرستند. مقامات این حالت‌ها را رد کرده بودند، اما عین این شکایت از دیگر منطقه‌های تاجیکستان هم در گذشته صدا داده بود. در 8 ماه سال 2025 تاجیکستان از 14 کشور خارجی در حجم زیاده از 33 میلیون دلار یاریهای بشردوستانه گرفته است. طبق اطلاع خدمات گمرکی تاجیکستان، چین، ایالات متحده آمریکا و هلند بزرگترین کمک رسان‌های تاجیکستان در سال روان بودند و 60% یاری‌ها از این 3 کشور است. روسیه، بلژیک، قزاقستان، هندوستان، کره، ترکیه، ایتالیا، فرانسه و ژاپن از کمک رسان‌های دیگر تاجیکستان در سال روان بودند، اما مقامات نگفتند که کمک‌های بشردوستانه کی و در کجا صرف شدند. هفته گذشته در مرکز ولایت سوخت تقریباً 1500 اختراع فنی نورسان به نمایش گذاشته شد. اکثر اختراعکاران تجهیزات خودرو و خودکارهای را به نمایش گذاشتند که در تاجیکستان ساخته نمی‌شوند. آنها گفتند که تأسیس کارخانه‌ها برای چنین نوع اختراع آرزوی آنهاست و برای این توجه می‌خواهند. فرزان محمدی بعضی از نوآوری آنها را به ما نشان می‌دهد. نمونه خرد نقلیات گران ارزش از تمغه لامبورجینی در کوچه‌های خوجند. این خودروی استحصال ایتالیا نیست، بلکه آن را نورس 14 ساله از شهر استراوشند ساخته است. این ساخته سمیر جباروف است که می‌خواهد در آینده با اختراعکاری نام برآورد. برای ساختن نسخه این خودروی معروف جهانی وی 5 ماه زحمت کشیده است. با کمک پدرم ساختم این ماشین، برای چیزاش آورد دادم ساختنم تقریبا 20,000 سامانه
این ماشین با قوه برق کار میکند، با اکومولاتور. یک نورس دیگر از ولایت سوخت نسخه ماشین امریکایی تسلا را ساخته است که با برق حرکت میکند. دیگر نورسان هم ابزار ساختند که طرحش از تمغه های گران ارزشند و آرزوی صاحب شدن به چنین نوع ماشین ها آنها را وادار به کار کرده است. صدها نورس از گوشه و کنار ولایت هفته گذشته با جمعی از ساخته های خود به شهر خوجند آمدند. در بین آنها یک خواننده مکتب از شهر پنجکن اختراع عجیبی داشت. او میخواهد در تاجیکستان کارخانه ساخته شود که کار کشاورز را با استحصال تکنیک‌های یاری رسان آسان‌تر کند. بابای بیبیم به من نقل میکردن که وقتی که ما در دورهای پیش کامباین ها زراعت های دانگی را درآ میکردن، ما از قفای آنها خوشه هایی که در زمین پاش میخورد میچیندیم و من به خلاصه رسیدم که کامباین رو سازم که هم درآ کند و هم بعد درآ کردن خوشه را چینده به خودش جمع کرده کارهای دهقان‌ها را آسان کند. همه این نورسان در دایره یک آزمون بین هم قوه آزمایی میکنند و امید دارند که شاید طرح آنها برگزیده شود و راه برای اجرای آرزوهایشان هموار گردد. قبل از این آزمون در دو دور منطقوی و دور ناحیوی شهری برگزار گردید و اخیراً 1439 نفر بهترین ها از به دور سیمن به دور ولایتی راه یافتند و شما امروز شاهد هستید که حضور گسترده خوانندگان و دانشجویان در این آزمون چقدر در اینجا زیاد است و امروز این آزمون که حدوداً تا 4-5 روز دوام میکند، از اینجا 156 نفر بهترین ها به دور جمهوری راه می‌یابند. در تاجیکستان یگان کارخانه ماشین یا خودروسازی فعلا عمل نمی کند، ولی مسئولان نهادهای سرمایه‌گذاری بارها از عزمشان درباره جلب سرمایه‌گذاران خارجی در این سمت خبر می‌دهند. گفته می‌شود که سالهای نزدیک یک کارگاه استحصال خودروهای برقی با کمک چین به کار آغاز می‌کند. صدها نورس و جوانان اختراعکار می‌خواهند در راه اندازی چنین طرح‌ها سهم گذارند و حکومت کشور آنها را دستگیری کند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. پرزیدنت فرانسه رسما اعلام کرد که کشورش دولت مستقل فلسطین را به رسمیت میشناسد. امانوئل مکرون 22 سپتامبر در نمایشی که از سوی فرانسه و عربستان سعودی در مقر سازمان ملل در نیویورک تشکیل شد گفت تشکیل دو دولت راه صلح را باز میکند. رئیس جمهور فرانسه چند ماه قبل از نیتش برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین خبر داده بود. روز 21 سپتامبر 4 کشور غربی بریتانیا کبیر، کانادا، استرالیا و پرتغال نیز کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. دولت اسرائیل از این تصمیم انتقاد کرده آن را تحفه به گروه حماس گفت. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا در بیانیه گفت با امید دریافت صلح میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها دولت فلسطین را به رسمیت میشناسند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است به تشکیل دولت فلسطین مقابلت خواهد کرد. نتانیاهو دولت فلسطین را تهدید برای بقای اسرائیل میداند. وزارت کارهای خارجه فلسطین از اقدام 4 کشور برای به رسمیت شناختن این دولت استقبال کرده است. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 23 سپتامبر را فرا می‌گیرد. 23 сентябри соли 1991 дар авҷи интиқоду маҳкумиятҳои раиси шӯрои олӣ Қадриддин Аслонов барои мувофиқаташ бо тасмими кандани ҳайкали Ленин аз маркази Душанбе аз мақомаш истеъфо дод ва ба ҷои ӯ Раҳмон Набиев интихоб шуд. ноябри он сол дар Тоҷикистон нахустин интихоботи президентие баргузор шуд ки онро воқеиву серномзад меноманд ва дар он Набиев президенти Тоҷикистони соҳибистиқлол интихоб гардид. 23 сентябри соли 2010 созмони мамнӯи ҳаракати исломии Узбекистон масъулияти ҳамла ба корбони вазорати дифои Тоҷикистонро ба дӯш гирифт. дар ҳамлае ки 19 сентябр рух дод 25 сарбози артиши Тоҷикистон ба қатл расид. мақомот ин ҳамларо кори дасти Мулло Абдулло ва Алии Бедакӣ фармондеҳони собиқи мухолифон эълон карданд ва амалиёти пурра хунсо кардани онҳо то баҳори соли 2011 идома кард.
23 سپتامبر سال 2011 تاجیکستان گفت انتقال نیروی برق به افغانستان را شروع می‌کند. انتقال برق توسط شبکه بلندشدت سنگتوده پل خمری به راه مانده شد و دوشنبه گفت که افغانستان همسایه را تا فصل سرما توان تامین کردن با برق خواهد داشت. شبانه روز اخیر قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه کم بالا رفته ارزش دلار آمریکایی باشد پایان رفته است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 113 سامان برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 932 سامان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 23 سپتامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. سپاس که برنامه‌های رادیوی آزادی را پیگیری میکنید. خدا نگهدارتان.